سلام شارپینی های دوست داشتنی. امروز میخوام در مورد AI یا همون هوش مصنوعی بیشتر با هم صحبت کنیم. تقریبا همه ما توی حوزه کاریمون توی جنبه‌های مختلف از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، حالا کم یا بیشتر. اما بیا امروز از دو تا دیدگاه دیگه هم این موضوع رو بررسی کنیم. دیدگاه اول بازخورد انسانی هستش. ببین توی حوزه‌ای که داری کار میکنی ممکنه سوالی برات پیش بیاد یا با مشکلی مواجه بشی. میری سراغ AI و سوالت رو میپرسی. اگه توی مرحله اول اون جوابی که هوش مصنوعی بهت داد جواب مورد نظرت بود، خب میری و کارت رو ادامه میدی. اما اگر اون جوابی که بهت داد جوابی نبود که مد نظرت برای حل مناسبی نبود، سعی میکنی که سوالت رو به شکل دیگه ای مطرح کنی یا جنبه‌های مختلف این موضوع رو براش بیشتر باز کنی تا بتونی راه حل مورد نظرت رو پیدا کنی. این کار ممکنه چند مرحله ادامه پیدا کنه. حالا به غیر از این که ممکنه تو به اون جواب مورد نظرت برسی، جنبه دیگه‌ای هم داره. تو داری با این مدل سوال پرسیدن ها با شکل‌های مختلفی که موضوع تو داری مطرح می‌کنی، در واقع داری به هوش مصنوعی آموزش هم میدی. داری آموزش میدی که انسان داره چطور فکر میکنه، چطور داره نیازش رو برطرف میکنه و یا انسان توی این زمینه کاری چه نیازهایی ممکنه داشته باشه و چه کارهایی رو ممکنه خودش بتونه انجام بده. دیدگاه دوم وابستگی برگشت ناپذیر. ببین این رو حتما قبول داری که از وقتی ماشین حساب اومد سرعت محاسبات ذهنی و توانایی محاسبات ذهنی پایین، یا اینکه از وقتی GPS اومد توانایی حفظ مسیرها از بین رفت. پس حواست باشه اونقدر غرق استفاده از هوش مصنوعی نشی که توانایی فکر کردن و استدلال ازت گرفته بشه. پس اگر توی حوزه کاری خودت ایده‌ای به ذهنت رسید، سریع سراغ AI یا هوش مصنوعی نرو و بهش بگی که آره این UI مورد نظر منه، این چیدمان‌ها رو میخوام داشته باشه، این روال کار رو باید انجام بده و این هم خروجی مورد نظر منه. تو باید من اینها رو پیاده سازی کن. اصلا این کار رو نکن. قبلش خودت برو نمونه‌های مشابه رو ببین، با هم مقایسه‌شون کن، مقاله‌ها رو خودت بخون، به داشته‌های قبلیت مراجعه کن، ببین چه چیزهایی یاد گرفتی، چطوری میتونی اینها رو کنار هم بچینی. بعد اگر نیاز شد، جایی به مشکل برخوردی یا سوالی برات پیش اومد، اون موقع حتما به هوش مصنوعی مراجعه کن.